سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 15 میزان سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 7 اکتبر سال 2022 میلادی. در نخست سرخط اخبار. انتقاد اشتراک کنندگان آزمون کانکور. دختران میگویند حق انتخاب پایان‌زای‌های دلخواه خود را نداشتند. تاکید کارشناسان بر اتحاد و موقف واحد در کشور. پاکستان همکاری با آمریکا را در حملات هوایی بر افغانستان پذیرفت. و واکنش سازمان عفو بین الملل در برابر خشونت علیه مسلمانان در هند. و این هم مشروع اخبار. من نیلوفر سروری هستم. در دومین روز هم در 33 ولایت کشور به هزاران تن امتحان کانکور را سپری کردند. این نخستین بار است که دختران حق انتخاب پایان‌زای‌های دلخواه خود را در این آزمون نداشتند. وزارت تحصیلات عالی خبر تغییرات در امتحان کانکور را رد کرده بود، اما اشتراک کنندگان طبقه اوناس میگویند در ورق انتخاب نامه‌ها شماره زیادی از پایان‌زای‌ها نبود. آنان انتقاد دارند که چرا پایان‌زای‌های اقتصاد، حقوق، کامپیوتر ساینس، انجینری و ژورنالیسم از ورق انتخاب حذف گردیده است. آزمون کانکور سال 1401 با واکنش‌های تند اشتراک کنندگان روبرو است. بانک سخنگوی وزارت تحصیلات عالی درست قبل گفته بود که در انتخاب هیچ نوع محدودیت وضع نگردیده و دختران بدون محدودیت می توانند به مثل گذشته رشته‌های دلخواه خود را انتخاب کنند. زه فقط دومره تایر چې د وزارت لخوا څخه پر محصلینو باندې محدودیت نه لګېدل. د پخوا په رقم آزادانه دوی کولی شي چې زړه وغواړي هغه انتخاب کولی شي. زموږ لخوا څه محدودیت نشته چې دا به انتخابوي دا به نه انتخابوي. هیڅ قسم محدودیت نشته. اما در دومین روز امتحان کانکور دختران در برخی از ولایت‌ها انتقاد کردند که رشته‌های دلخواه خود را انتخاب کردن نمی توانستند. هرات، کندوز، ننگرهار، پکتیا و کندهار از جمله ولایت‌هایی است که به اشتراک کنندگان طبقه اوناس این آزمون حق انتخاب پایان‌زای‌های دلخواهشان برای آنان داده نشده است. سکل زه د ننګرهار پوهنتون د کانکور د ازموینې یو تن ګډونواله وم. زما یو لوی ارزو یو هیله مې وه چې زه انجینري پوهنتون وایم، انجینري پوهنځي ته راسم او انجینره سم په آینده کې. خو نه، خو کله چې ما انتخاب پاڼې وکتلې ګورم هغې کې د انجینري پوهنځی نه وه، د دې سربیره نور ژورنالیزم نه و، جیولوژي معدن نه و. در ولایت هرات نیز بر روز دوم امتحان کانکور حدود 3000 دختر و پسر برای امتحان کانکور اشتراک نموده بودند. در این ولایت از 6200 دختر و پسر در اوقات جداگانه امتحان کانکور اخذ گردید. وترنری، معدن، زراعت از جمله پایان‌زای‌هایی بود که در هرات دختران نمی توانستند آن را انتخاب نمایند. اما رشته ژورنالیسم پایان‌زایی که به دختران در این ولایت اجازه گزینش‌آن داده شده بود. این در حالی است که این رشته در ولایت دیگر برای دختران اجازه انتخاب آن موجود نبود. نظر به فیصله وزارت محترم تحصیلات عالی فیصله شده. امسال تقریبا یک دو رشته هایی که نظر به ظرفیت از آنها که وزارت تحصیلات عالی از ظرفیت بر آنها کشیده، از جمله صرف پایان‌زای علوم وترنری هستند و پایان‌زای زراعت هستند، پایان‌زای نفت و گاز، اکتشاف معادن. این جایی که به اصطلاح ثقیل هستند یا بهشان اونس نمی‌زبانی، تنها پایان‌زای محدود از ظرفیت کشیده شده. در ولایت کندوز نیز برای دختران اجازه داده نشده تا رشته دلخواهشان را انتخاب نمایند. به همین ترتیب برایشان گفته شده است تا ولایت دور را انتخاب نکنند. هرچند کمیته امتحان کانکور بر روز پنجشنبه در ولایت ننگرهار اطمینان داده بود که پروسه شفاف و مانند سالهای قبل است، اما برخی از اشتراک کنندگان این امتحان در گفتگوی با شمشاد گفتند که برایشان اجازه داده نشده تا رشته دلخواه خود را برگزینند و این محدودیت ها آنان را ناامید ساخته است.
رئیس اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی طالبان روز گذشته گفت که در کانکور امسال 150,000 تن اشتراک می کند که 35% آن را دختران تشکیل می دهد. اما امتحان کانکور سال 1401 هجری خورشیدی در حال اخذ می گردد که از یک سال بدین سو در به مکاتب بالاتر صنف ششم بروی دختران مسدود باقی مانده است. در این حال با تماس های پی هم نتوانستیم در این زمینه نظر وزارت تحصیلات عالی را با خود داشته باشیم. مقامات پیشین آمریکایی پذیرفتند که در حملات هوایی آمریکا بر افغانستان پاکستان همکاری کرده است. سفرهای مقامات ملکی به ویژه نظامی پاکستان با آمریکا تردیدهایی را به میان آورده است که این کشورها مشترکاً به خاطر آغاز یک بازی جدید آستین برزدند. کارشناسان علیه خطرات احتمالی چنین موارد تاکید بر اتحاد و موقف واحد در داخل کشور دارند تا خارجی ها فرصت پیدا نکنند و در بازی جدید موفق نگردند. سفرهای پی در پی مقامات پاکستانی به آمریکا بی هدف خوانده نمی شود. قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان با وزیر دفاع آمریکا و مقامات استخبارات دیدار کرده است و روی مبارزه مشترک علیه تروریسم در منطقه گفتگو کردند. در این حال لیزا کرتس رئیس پیشین بخش آسیای جنوبی شورای امنیت آمریکا در مصاحبه با صدای آمریکا پذیرفته که آمریکا با استفاده از حریم هوایی پاکستان بر افغانستان حملات را انجام می دهد و در این حملات کمک پاکستان را مهم خوانده است. به هدف نظارت از تروریسم در افغانستان، طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بارها از حریم هوایی پاکستان می‌گذرد و این چیزی است که برای آمریکا مهم است. به ویژه در عملیات علیه ایمن الظواهری کمک پاکستان مهم بود و در امور مشابه پاکستان به آمریکا اجازه می‌دهد. تحلیل این است که آمریکا یک بار دیگر آمادگی مداخله رو در رو در افغانستان را ندارد و مشترکاً با کشور دوست پیشین خود پاکستان تحت نام مبارزه علیه تروریسم پلان یک بازی جدید را دارد که سود آن فقط و فقط به پاکستان میرسد و زیانش را افغانستان خواهد دید. واک و اختیار په پاکستان کې د پوز او د ایسای په لاس کې ده. داسې پوځي مشر امریکا ته تللی دا د دوی خواستې نه دي. البته دا امریکا غوښتل چې ته پلان او پروګرام ورکړي ځکه هغوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي تر هغه دوی تړون بشپړ کړي او دا ځلې نو کېدای شي امریکا په 2001 کال په ډول باندې حمله په افغانستان نشي کولی، نه روسیه او چین اجازه ورکوي، نه د امنیت شورا، نه بیا د پاکستان په تلو باندې کېدای شي کوم بعضې مسائل ترسره که افغانستان که حتی پوځي مداخله ترسره کی. مقامات آمریکایی گفتند دیدارهای اخیرشان با مقامات پاکستانی روی ارزیابی همکاری‌های مشترک نظامی بوده و با پاکستان تعهد به کمک‌های نظامی نکردند. کارشناسان به این نظرند که موقف قاطع در داخل کشور مبارزه جدی علیه تروریسم می‌تواند دست استخبارات خارجی را از افغانستان کوتاه و فرصت برایشان ندهد که یک بازی دیگر را که قربانی آن افغان‌ها خواهد بود آغاز کنند. ما چیزی که کرده میتونیم در افغانستان که جنگ‌های داخلی خود را خاتمه بدیم، وفاق ملی را با وجود بیاریم، مشکلات خود ما حل کنیم، گروه‌های تروریستی خود ما از بین ببریم، داعش است، هر گروهی که است، TTP است، اونا را مسترد کنیم و لازم نمیشه که کسی در افغانستان حمله کنه. بعد از ادعای کشته شدن ایمن الظواهری در کابل، مقامات حکومت سرپرست نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد در حریم هوایی خود به طیاره‌های آمریکایی بر ضد افغانستان اجازه دادند و در بدلش پول به دست آورده است. قبل از این در استیج‌های جهانی مقامات پاکستانی اتهام بسته بودند که گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند، آنچه را که حکومت افغان علیه آن واکنش تند نشان داد و این اظهارات شهباز شریف را به بنیاد و غیر مسئولانه خواند. چهره‌های باخبر از منطقه میگویند که امریکا به هدف یک بازی دیگر پاکستان را به کرایه گرفته که در آن خود پاکستان هم مسئول باقی نخواهد ماند. منطقه و جهان در افغانستان از تروریسم نگرانی دارند. مشاور شورای امنیت حکومت پیشین میگوید نگرانی های جهان در سطح نیست که جهانیان یک بار دیگر در افغانستان مداخله کنند و در این مورد از افغانها خواهان پیدا کردن راه حل است. حمدالله محب در گفتگو با شمشاد گفت مخالف جنگ در افغانستان است و آنانی که علیه طالبان جنگ میکنند باید واضح گردد که جنگ را برای چه هدف انجام میدهند و امکانات آن را از کجا به دست میآورند.
حمدالله محب مشاور شورای امنیت جمهوریت سقوط شده در تازه ترین گفتگوی با شمشاد گفته منطقه و جهان در رابطه با افغانستان نگرانی دارند. محب میگوید این نگرانی آنها در پیوند به تقویت تروریسم، بحران انسانی و اقتصادی است، اما سطح آن به اندازه نیست که جهان یک بار دیگر خود را در افغانستان دخیل سازد. با باور محب جهان اکنون دوباره انتظار افغانها را دارد که نگرانی های آنان را جواب بدهد و در جستجوی راه حل گردند. دنیا او منطقه افغانستان ته د تشویش په سترګه ګوري، د تروریزم د تشویش په سترګه ورته ګوري، په دغه ځای کې یو انساني بحران ته د تشویش په سترګه ورته ګوري، یو اقتصادي بحران ته د تشویش په سترګه ګوري. مګرم د دې لپاره چې څه حل لارې دي دې ته بیرته خپل افغانانو ته ګوري چې افغانان د دې لپاره څه حل لارې راوباسي. ولې آیا دا تشویشونه د دې باعث کیږي چې دلته بیا یو بین المللي مداخله وشي؟ نه، په هغه سطح باندې نه دي. حمدالله محب میگوید در شرایط کنونی طرفدار جنگ نیست و بعد از این هیچ جنگ برای افغانستان سود نخواهد داشت. مشاور شورای امنیت حکومت پیشین در اشاره به گروه موسوم به مقاومت گفت گروه هایی که علیه طالبان جنگ می کنند باید واضح شود که سود آن به کشور چیست، زیر کدام چتر جنگ می کنند و امکانات این جنگ را از کجا به دست می آورند. هر جنگ د افغانستان کې غیر د دې نه چې نوره بربادي راوړي ګټه نه راوړي. زه په دې اوسني وضعیت کې د جنگ هیڅ طرفدار نه یم. اول خو طالب خپل مشروعیت نه لري، هر بل ډله چې د دوی پر ضد باندې جنگ کوي د کم چوکاټ لاندې کوي او څه ګټه افغانستان ته رسیږي او د کم ځای نه امکانات راوړي. دا ډیر مهم دي چې هغه ته باید ووایو. زه د جنگ طرفدار نه یم. محب در جواب پرسش که کدام موارد از توافقنامه دوحه را هر دو جانب عملی نکردند گفت توافقنامه دوحه ضمایم پنهان داشت که با حکومت آن زمان افغانستان شریک نشده است و اکنون طالبان و امریکا هر دو باید آن را واضح سازند که چه مواردی از این توافقنامه نقض گردیده و ملامتی آن را یک بر دیگر می‌اندازند. حمدالله اضافه می کند توافقنامه دوحه برای آنان فقط یک نتیجه داشت که سپردن افغانستان به طالبان بود که چنین هم شد. خو اصل خبره په هغه برخو کې ده چې هغه پټې پاتې شوې، هغه پټې ضمیمې چې مونږ او تاسو او هیڅ چا نه دي لیدلي. هغه ضمیمې یوازې د طالبانو او د امریکا د لوري خوا سره دي. دا چې کومې وعدې دوی کړې وي او ولې نه دي عملي کړي دا د دوی ترمنځ بحث دی. بله خبره دا ده چې که چیرته اوس ولس ته هم دغه وضاحت هم ورکړل شي چې هغه کومې پټې ضمیمې وي او په هغې کې څه شي وعدې شوي وي چې نن بین المللي ټولنه دوی ته وایي چې دوی نه دي عملي کړي. د دوحې تړون خو څه شی چې نتیجه یې ترلاسه کوله هغه یې ترلاسه کړله. هغه افغانستان طالبانو ته تسلیمول و. د خلیلزاد همدغه رسالت و. مشاور شورای امنیت حکومت پیشین ابراز نگرانی می نماید اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند و حاکمان فعلی افغانستان در راهبرد خود تغییر نیاورند مردم افغانستان با حالت سخت اقتصادی و امنیتی روبرو خواهند گردید. تعداد کم از اعضای اردوی پیشین با مخالفین مسلح امارت اسلامی یک جا گردیدند. سیگر در گزارش 3 ماهه خود گفته است اعضای محدود اردوی پیشین با گروه های مخالف مسلح چون داعش، مقاومت و آزادی یک جا شدند. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان افزوده هنوز هم شمار از اعضای اردوی پیشین در بخش‌های تکنیکی در صفوف امارت اسلامی ایفای وظیفه می‌نمایند. سیگر اضافه می‌کند که امارت اسلامی به شمول تقویت اردوی خود روی بهبود روابط با کشورهای منطقه نیز مصروف است. سیگر یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان در تازه ترین گزارش روبار سال 2022 به شمول وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان روی وضعیت بشری و اقتصادی هم گفتگو کرده است. سیگار در این گزارش 3 ماهه که با کانگرس پیش شده گفته تعداد محدودی از اعضای اردوی پیشین با گروه‌های مخالف مسلح امارت اسلامی چون داعش، مقاومت و آزادی افغانستان یک جا شدند.
در 3 ماه گذشته تعداد محدودی از اعضای اردوی پیشین با گروه‌های چون داعش، مقاومت و آزادی افغانستان یکجا شدند. تاکنون معلومات موجود نیست که اعضای اردوی پیشین در 3 ماه گذشته به کشورهای دیگر فرار کردند یا خیر. وال استریت ژورنال در نوامبر سال گذشته هم گفته بود که اعضای اردوی پیشین افغان با مخالفین مسلح امارت اسلامی یکجا می شوند، اما سیگار اکنون تعداد آنها را محدود یاد کرده است. در گزارش سیگار گفته شده با آنکه امارت اسلامی تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما روی بهبود روابط با کشورها به ویژه با دولت‌های منطقه مصروف است. بر اساس معلومات سازمان ملل، طالبان در 3 ماه گذشته تعامل روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای منطقه سرعت بخشیدند. با آنکه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی دیپلماتان آن را در کشورهای خود پذیرفتند. در این گزارش تفصیلی روی اقدامات امارت اسلامی هم در 3 ماه گذشته اشاره شده که هدف آن تقویت اداره‌های محلی در ولایت‌ها خوانده می شود. در گزارش گفته شده به جای شوراهای ولایتی، شورای علما ایجاد گردیده که وزارت ارشاد، حج و اوقاف مسئولیت آن را به عهده دارد. سازمان ملل میگوید طالبان به هدف فعالسازی دوباره و تقویت شمار از اداره‌های دولتی مقامات پیشین را از وظایف برکنار کرده و به جای افراد خود را گماشتند تا چالش‌های داخلی را حل سازند. به جای شورای ولایتی، شورای علما ایجاد گردیده تا روی فعالیت اداره‌های ولایتی نظارت داشته باشند. وزارت امور خارجه امریکا در این گزارش به سیگار گفته با آنکه به هدف به رسمیت شناختن طالبان از سوی پیشرفت صورت نگرفته، اما روی یک سلسله مسائل با مقامات طالب صحبت گردیده است. مسئولیت اتباع امریکایی، حکومت همشمول، وضعیت اقتصادی و بشری، مبارزه علیه تروریسم، خروج مسئول اتباع خارجی و افغانها و مسئولیت حقوق بشری از جمله مواردی است که در این رو به سال 2022 میان امارت اسلامی و امریکا در آن گفتگو گردیده است. گرد همایی تحت عنوان همدیگر پذیری و زندگی صلح‌آمیز در ولایت بلخ برگزار گردید. در این نشست علاوه از مسئولین دولتی، شماری از زنان نیز حضور یافته بودند. اشتراک کنندگان این نشست از حکومت خواستند تا بیش از این جریان تعلیمی را به تأخیر نیندازند و مکاتب را بازگشایی نمایند. نشست تحت عنوان همدیگر پذیری در ولایت بلخ برگزار گردید. عطا محمد ساهو، عامل ریاست اطلاعات و کلتور این ولایت، در مورد برگزاری این نشست گفت که این نشست به هدف شنیدن نظریات همدیگر و در کل به منظور اتحاد و همدیگر پذیری ایجاد شده و تلاش دارند تا برگزاری این گونه نشست ها را افزایش دهند. دا غونډه چې څنګه موږ وکولای شو یو بل ومنو او یو بل وزغمو او په یو مسالمت آمیزه توګه باندې خپل ژوند ته ادامه ورکړو په دې نامه را جوړه شوې وه. اشتراک کنندگان این نشست تعلیم را حق دختران دانسته و از مسئولین امارت اسلامی خواستند تا هر چه زودتر درب مکاتب را بر روی دختران بازگشایی نماید. و خواست ما اینمی است که دوباره همی دخترها و همچنان جوانایی که علاقه دارند به درس تحصیل اینا را بگذارند که با مبارزه خود برسند و همچنان یک کشور مترقی و زیر چتر اسلام داشته باشند. چون در اسلام هم گفته شده که همین آموختن علم بر هر فرد شما چی زن باشه چی مرد باشه فرض می باشه. پس وقتی که مردا اجازه زیر دارن یا بچه‌ها اجازه زیر دارن که مکتب برون، چرا خانم ها نه؟ چرا تبعیض در بین ازی مرد و زن باشه؟ در حکومت از حکومت ما خواسته ما همین است که همین مکاتب در روی دختر خانم‌ها باز کنه تا تحصیل خود ادامه بده که از طریق همین تحصیل، از طریق همین معارف و مکتب ما میتونیم کشور خود به سوی پیشرفت ترقی ببریم. علم په نر او ښځه باندې فرض دی او همداسې نور مشران ټول وایي چې دا مکتبونه باید خوشي شي. نو دلته مونږ او تاسو ته د سوال را پیښیږي دا مخالف څوک دی؟ څوک چې مخالف میدان ته راشي او دلیل دی وړاندې کړي چې په کوم دلیل باندې د مکتبونه دوی بند کړي دي. حمیدالله عنایت، رئیس حج اوقاف، در این نشست برگزاری چنین نشست ها را برای اتحاد ملی و همدیگر پذیری مهم عنوان نمود. میتونیم که ما سلسله به سلسله این پدیده شومی که نجات و تعصبات و نااتفاقی در وطن ما وجود داره که اینا برطرف شود.
اشتراک کنندگان در نشست برگزار شده تحت عنوان همدیگر پذیری و زندگی صلح‌آمیز در ولایت بلخ بر همدیگر پذیری و اتحاد اقوام افغانستان تاکید نمودند و از مسئولین دولتی نیز خواستند تا در اداره‌های دولتی زنان را نیز سهیم سازند. مقام ولایت پکتیکا میگوید که در یک سال گذشته 25 مرکز صحی را در نقاط مختلف فعال کردند. مسئولین میگویند دسترسی مردم به خدمات در این ولایت در سالها بدین سو دشوار بود و آنها توانستند تا به شکل نسبی سهولت‌ها را به میان آورند. در این حال باشندگان ولسوالی جانیخیل پکتیکا از نبود خدمات صحی قابل دسترس در این منطقه شکایت دارند. محب الله حماس معاون والی پکتیکا میگوید دسترسی مردم به خدمات صحی در این ولایت از 20 سال گذشته بدین سو دشوار بوده و در این بخش کار قابل توجه صورت نگرفته است. حماس اضافه میکند آنها نتوانستند به شکل نسبی برای مردم خدمات صحی را فراهم سازند. امارت پراتک سره دلته ډیر مشکلات ول د صحت په بخش کې خاص کر په یو لري پرتو سیمو کې چې هغه لري آزادي ولسوالۍ دي او لري پرتې سیمې د مرکز نه ډیر لري دي په سونو کیلومتره لري دي خو لله الحمد دومره ویلی سو چې انشاءالله العظیم هغه ولستم خدمت وړاندې کړ. حماس میگوید در کنار شفاخانه شرنه در یک سال گذشته بسترهای شماری از شفاخانه های دیگر زیاد و 25 مرکز صحی جدید هم فعال گردیده است. سروزی کلینیک ارتقا وکوله د مارزکو یو کلینیک ته هغه هم ارتقا وکوله نو الحمدلله ډیرو کلینیکو کې مثال ارتقاګانې راغلي دي او داسې ویلی سو چې تقریبا 25 کلینیکونه به شاوخوا موږ نور په پکتیکا کې منظور کړي او انشاءالله خپل خدمات پې روان وي او خدمات کوي. اما باشندگان ولسوالی جانیخیل این ولایت شکایت میکنند که دسترسی به خدمات صحی قابلیت استفاده را ندارند. نارینم نسته زنانم د مو په بازار کې داسې نسته چې داسې خاص مریض تداوي وکړي یا یې خیرکوټ ته رارسوو که له ډېرو وشي بیا چې لږ سرمایهدار یې لای کابل ته لای غزني ته رارسوي بیا وزله خلک بس په دغو ډاکټرانو یا تکیارنګ را باندې زده کوله نه پوه ډاکټر شته نه پاملرنه کیږي راته. کلینیکونه داسې خاص کلینیکو کې هم شی نشته دواګانې هم نه او معنا داسې مکمل شی نشته. مشکل نبود دکتران زن در مراکز صحی نقاط دوردست پکتیکا از گذشته موجود است و در بسیاری نقاط دوردست این ولایت دکتران طبقه اوناس دل به وظیفه خوش نمی کنند. صادرات جلغوزه از افغانستان به کشور چین کاهش یافته است. تجاران افغان میگویند حاصلات و صادرات آنان مانند قبل نیست و تکس انتقال نیز از سوی شرکت‌های ترانسپورتی افزایش یافته است. آنان میگویند که شرکت‌های ترانسپورت هوایی از انتقال فی کیلو جلغوزه $4.5 اخذ می‌نماید. این در حالی است که در سال‌های گذشته این قیمت $3 بود. از جمله میوه‌های خشک افغانستان یکی هم جلغوزه است که نزدیک به 90% آن هم مساله به کشور چین صادر می‌گردد. تاجران افغان کشور چین را بازار خوبی برای فروش جلغوزه خوانده اما شاکی هستند که با مسدود نمودن دهلیز هوایی امسال تکس ترانسپورتی بالای آنان از $3 به $4.5 افزایش یافته است. تیر کال چې هم موږ همدغه رقم ستونزې لرلې خصوصا عمده ستونزه چې د ترانسپورت بخش کې دی که څه هم په تیرو کلونو کې زموږ د پی کیلو جلغوزیو ترانسپورټیشن چین هیواد ته $3 و چې په $3 له جملې څخه یې 50% دولت ورکوه او 50% موږ تجارانو ورکوه خو په تیر کال او سږ کال چې دی زموږ همدغه ترانسپورت ډېر زیات دی یعنې پی کیلو باندې زموږ نه $4.5 ترانسپورت باندې مصرفیږي او د دې ترڅنګ نور هم موږ په چین کې د کشتم مصرف لرو او د شانګهای نه تر انزو پورې د انتقال مصرفونه هم په موږ باندې راځي. زدران میگوید صادرات جلغوزه در سالهای گذشته به 15,000 تن رسیده بود اما امسال حاصلات و صادرات آن کاهش یافته است. تاجران می‌افزایند علاوه از ترانسپورت محدودیت‌های بانکی از جمله چالش‌های فراراه تاجران افغان است که نمی‌توانند به شکل آسان و سهل پول‌هایشان را انتقال دهند. تیر کال موږ ډېر زیات حاصلات لرل زما په نظر د 15,000 ټن شاوخوا به زموږ صادرات وي خو سږ کال حاصلات هم کم دي. بانکي ستونزه هم دی ځکه چې موږ نشو کولی چې د خارجي تجارانو سره د ایل سی د لارې کار وکړو
یا موږ پیسې د بانک د لارې راشي، ځکه چې افغاني بانکونه موږ ته خپلې پیسې نه راکوي، ډیره په کم اندازه پیسې راکوي، موږ نشو کولی چې دومره متضرر پاتې شو. د دې لامل هم دی چې موږ مثلا ایتالیا و امریکا، کانادا، نور اروپایی هیوادونو ته صادرات نشو کولی. وزارت صنعت و تجارت میگوید با شرکت‌های هوایی صحبت‌ها را آغاز نموده تا با یک قیمت مناسب به تفاهم برسند. در مورد صادرات جلغوزه از افغانستان به چین ما با شرکت‌های خصوصی هوایی در گفتگو هستیم. نرخنامه را گرفتیم، یکی از شرکت‌ها خیلی نرخ پایین داده. انشاءالله ما کوشش داریم با قرارداد خود عقد کنیم و بزرگترین فرصت صادرات جلغوزه از افغانستان به چین شروع شود. تاجران افغان انتقاد دارند که در انتقال جلغوزه از راه ازبکستان به چین حکومت چین اعتبار ندارد و صادرات آن را غیر قانونی یا قاچاقی عنوان می کنند که از جمله چالش فراراه تاجران است که آنان خواهان حل آن هستند. علاوه از این شماری از تاجران انتقاد دارند که جلغوزه افغانستان به طور قاچاقی به کشور پاکستان منتقل می گردد و این کشور به نام خود آن را به بازارهای جهانی صادر و عرضه می نماید. سرویس خبری ما در اینجا به پایان می رسد. سپاس از شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. الله نگهدار.